عروس قشنگمون بهمون پیام دادن و گفتن برای مناسبت بله برونشون یه دسته گل 40 شاخه‌ای آبی با پروانه‌ای آبی میخوان. منم دست به کار شدم و طی 15 ساعت بی وقت کار کردن تونستم همچین دسته گل خفنی رو براشون بپیچم. بهشون گفتم چون اولین عروس پیج هستین نیاز نیست که هزینه ارسال رو پرداخت کنی و من به عنوان هدیه خودم پرداختش میکنم. ایشون هم قبول کردن. ساعت 9 صبح رفتم اداره پست و بسته رو تحویل دادم که 150,000 فقط برای بسته بندی و 360 خورده‌ای هم برای ارسال از من گرفتن که جمعاً شد 518,000 تومان هزینه ارسال همین دسته گلی که می‌بینید. و اینطوری شد که من دسته گلی رو که به این خانم 960,000 تومان فروخته بودم با 518,000 تومان ضرر براشون فرستادم که فقط امیدوارم که راضی باشن از کار و اینکه اداره پستی زحمتی بکشه حداقل دسته گلم رو با این هزینه گرونی که ازم گرفته سریع و سالم تحویل عروس قشنگم بده.